دستگاه مادر درست کنیم. ساخت دستگاه مادر با کمتر از 1.5 میلیون پارت اول. طبق معمول صبح زود ساعت 11 اومدم مغازه، نگام افتاد به آکواریوم. خیلی وقت بود رو مخم بود و این دفعه دیگه تصمیم گرفتم یه دستگاه برای اینجا بسازم. شروع کردم اندازه گیری کردن، محاسبه کردم که درش از کدوم طرف باز بشه راحت تریم. زنگ زدم به آقای نجارباشی. نیست MDF کارا خیلی خوشقولن، تازه تزم داد برام دون بیاد. دونا رو برداشتم و رفتم، رسیدم پیش احمد. سلام و احوال پرسی کردم، دوناشو بهش دادم، آخه کلی پرنده داره. اندازه گیری ها رو کردیم، شروع کردیم به نقشه کشیدن. ما نقشه کشیدیم که با فومیزه و با این ابعاد درست کنیم. منتها شما میتونین با هر ابعادی، هر جنسی و حتی یه جانونی یه دونه آکواریوم تو خونه اینو درست کنید. اینجا دارم به احمد نشون میدم در از کدوم ور باز بشه، چی کجا در بیاد. دستگاه روشن کردم، یه بیلک بالا سرم باز شد. شروع کرد احمد برشکاری، منم اوستا بازی. میخواستم نشون بدم من اوستا، ولی فایده نداشت. اینجوری هم شروع کرد به در آوردن جای شیشه خورا. آخه میخواستیم قشنگ جوجه ها مشخص باشن تو باکس. شاید پیش خودتون بگین دستگاه مادر برای چیه؟ آخه ببین قرار جوجه ها گرم بمونن، رطوبت بدنشون حفظ بشه. با این دستگاه میتونیم به صورت هوشمندانه دستگاه رو کنترل کنیم که جوجه ها گرم یا سردشون نشه. قریچ و قروچ پیچا رو بستم. این هم شد خروجی کار و کشویی که توش خاکره ها قرار میده. سر رایانیش ترمز زدم دم شیشه فروشی تا شیشه های دستگاه رو ببرم. دادم به حاجی ببره و یهو دیدم حاجی هم عشقشو که مرده بود داده بود تاکسی درمی کرده بودن همیشه پردوش بمونه. خلاصه شیشه ها رو برید جایگذاری. رفتم مغازه الکتریکی تا وسیله های مورد نیاز برای دستگاه رو بخرم. توی کپشن کامل براتون توضیح دادم که چیا لازم دارید. توی پست بعدی به صورت کامل، جامع و دقیق براتون نحوه اتصالات رو توضیح دادم.